در روزگاران قدیم سرزمینی بود به نام مکران، سرزمینی غرق در آفتاب سوزان. اما با وجود گرمای شدید، مردم بلوچ دلهایی گرم و مهربان داشتند. زنها با کوزه های آب بر سر در راهها خانه و خنده کودکان که در فضا پیچیده بود و مردان غرق تجارت بودند، شاد بودند، بازی می‌کردند و صدایشان در بازار در هم می‌آمیخت. در میان این همه جنب و جوش، دختر زیبایی به نام ملکتاب زندگی می‌کرد. نامش به معنی ملک کتاب بود. او با پدر و مادر مهربانش و در خانواده‌ای پرجمعیت زندگی می‌کرد. آنها 8 فرزند بودند و هر کدام نامی زیبا داشتند. زرملک با عشق به مادرش نگاه می‌کرد وقتی که او مشغول دوختن لباس بود. کلاتی با مهارت قایق کوچک خود را در امتداد ساحل درخشان هدایت می‌کرد، رقصی میان انسان و دریا. محمد زیر نظر پدرش تیراندازی با کمان را می‌آموخت. بانو و بهتون در حیاتی آفتابی میان خانه‌های قدیمی روستا غرق بازی و شادی بودند. گنجی و هانی ایستاده بودند و سواری را که از دور می‌گذشت تماشا می‌کردند. موهای هانی در باد می‌رقصید و چشمانش پر از شگفتی بود. و اما ملکتاب، قهرمان اصلی داستان ما، در حالی که سوار بر اسبش بود، همزمان رسیدگی به امور خانواده را هم بر عهده داشت. در گوشه دیگر از این سرزمین مردی میزیست به نام ابراهیم، فرزند حسین مسافر، یکی از چهره‌های مورد احترام و مورد اعتماد منطقه مکران. ابراهیم نه تنها به خاطر ثروت و جایگاهش شناخته شده بود، بلکه به خاطر دل بزرگ و بخشنده‌اش نیز زبانزد عام و خاص شده بود. آن زمان که وبا و بیماری‌های مرگبار در سراسر ایران شیوع پیدا کرد، ابراهیم آرام ننشست. به شهرهای مختلف سفر کرد تا به نیازمندان کمک کند. در آن روزگار نه ماشینی بود و نه جاده‌ای درست به حسابی، فقط شتر بود و اسب و الاغ. اما ابراهیم خسته نشد. به همه شهرها تک تک می رفت تا جان هموطنهایش را نجات دهد. وقتی به مکران بازگشت، نذر کرد که هر سال یک گاو برای سلامتی مردم قربانی کند و این رسم نسل به نسل ادامه پیدا کرد. ابراهیم تا آخرین روزهای عمرش به نذرش وفادار ماند و پس از او فرزندان و نوه‌هایش این راه را ادامه دادند. با گذر زمان نام او دیگر فقط یک خاطره نبود، بلکه به نمادی از مهربانی و ایثار تبدیل شد.